امروز اومدیم با آموزش ساخت فارم شوگرکین. اول زمین رو چند بلاک بکنید. بعد اون بلاک هایی رو که کندید پر آب بکنید. بعد روی آب ها رو با بلاک بپوشونید. بعد روی بلاک ها پیستون بذارید. بعدش بیاید پشت فارم، پشت پیستون ها رو همه بلاک بذارید. روی بلاک ها رو همه ردستون بذارید و در همین حالت ابزرور ها رو روی پیستون ها بذارید به صورتی که چهره ابزرور ها به سمت روبروی فارمتون باشه. بعد شوگرکین ها رو اینجا بکارید. بعد جلوی شوگرکین ها رو یه بلاک خالی بکنید. بعد آب رو بذارید و اینجا هم چست و آپر بذارید که بتونید آیتماتون رو جمع بکنید. و بعد چند دقیقه میایید و میبینید که کلی شوگرکین جمع شده. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. حتما اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.